با خصوصیات طبابتیش گرمچشمه در تمام جمهوری شناخته شده است. آن در بلندی 2770 متر سد بر قرار دارد. صرف نظر از محل بلندکو بودن این دهه همیشه سرسبز و خرم است. نجم‌الدین عبدالرحیمov موسفید 80 ساله ساکن دهه گرمچشمه میگوید که پیدایش چشمه گرمچشمه از روی روایت‌ها به عمق تاریخ می‌رود و این روایت‌ها از موسفیدان و نسل جوان داده شده حفظ می‌شوند. ذوالفقار میزند همین آب گرم میبراید اونجا صابون دیدی وای صابون های همون قطع لباس های خود را تازه میکند تازه پسر شای مردان پسر شای مردان اینه رای دین قطع گفتم. ولی از اون که او به چشمه خصوصیت شفابخشی دارد اما مسئولات تعداد زیاد آدمان برای طبابت به این موضوع میبیان. آدمان گوناگون را نه تنها خصوصیت های موثر شفابخشی این چشمه بلکه طبیعت زیبای دلفریب نیز به خود جلب میکند. طوری سردکتر شفاخانه گرمچشمه عبدالله شاهزاده عبدالوف میگوید او به چشمه برای تمام کسله‌های پوست، میان درد، روماتیسم بسیار منفعت بخش میباشد. Вода у нас сероводородная, углекислая, кремниевая вода. И того, что серы там, количество серы много, поэтому здесь лечится в основном заболевания кожные, то есть дерматозы, дерматиты и другие кожные заболевания. Вот. Имеет свои противопоказания, имеет свои показания. Показания, как я сказал, в основном кожные заболевания, дерматозы, дерматиты, полностью. Что такое дерматоза? Это все экзема, псориаз, все входит туда, короче. Дерматиты то же самое. Ихтиозис лечится, короче, даже самое. А вот витилиго сюда приезжает. Для того, чтобы находиться на 2800, витилиго в основном гелиотерапия, то есть солнце. Дальше. Какие у нас еще здесь уникальности? Как мы лечим? Мы лечим сероводородной водой. То есть люди принимают водные процедуры 2 раза. В зависимости от тяжести заболевания можем дойти до 3 раза сеанса. Также у нас есть грязевая аппликация, то есть мы грязолечением занимаемся. وابسته به خصوصیت‌های شفابخشی این چشمه دستاندرکاران این آسایشگاه درآمدی نظررس به دست می‌آورند. طوری مسئول آسایشگاه گرمچشمه ابراز داشت بیشتر شهروندان کشور ما برای طبابت بیماری‌ها این آسایشگاه را انتخاب می‌نمایند. در سال 2013 ما از قریب 1500 مزاج رو قبول کردیم کسان. سال 2014 باشد در سال 2014 756 است. تو باید این روزه 756 است. بیشتر از دولت سال شهر دوشنبه ایستوهای تو به جور آدمایی که کسری پوست اصلا با کسری پوست از همون چیز طبابت میکنن. پر سال یک موسم قریب 750,000 سوم نقل کردیم. یک موسم ماه اپریل سر کرده تو ماه اکتبر. اما با وجود خصوصیات شفابخشی موقع جلوگیری چشمه با مرور زمان تغییر می‌یابد. بنا به اندیشه ساکنان کلانسال این محل او به چشمه با این ماجرا با گذشت سالها پایان فرآمده طول به دریا رسیده است. در 85 من موسفیدا آباد کردم اونجا. اما بلندی را ده؟ نه اما جا اون دیوار کست. یک آمد پایان رفت. صبح پایان رفت. حالی هم اونجا میبراید آب که میبراید. بله. حالی به من عجایب که همه ها یک حس می‌آید یا با دریا قطع می‌شود نیست با اینها. بله باید نشود قطع. نمود گرمچشمه از طرف دیگر دریا اگر در اصل نظر کنیم از دامن آن کوه خرسنگ‌های به مثل این سنگی که از گوگرد و نمک آب پیدا شده است باید به وجود آمده باشند. یعنی پس از روی معلومات پیرانسالان این دهه اگر نظر کنیم در دورهای پیش آبی گرمچشمه از همان خرسنگ‌های در دامن کوه جایگیر هستند جاری میشد و آمده تا به اینجا می رسید. لیکن مطابق زمان آهسته آبی گرمچشمه پایان رفته ایستاده است و شاید عاقبت به دریا فرو رود.